سلام رفقای خوب، به کانال نگاتیو ریویو خوش اومدین. امیدوارم حالتون خوب باشه. فصل پاییز از راه رسیده و میگن پاییز فصل عاشقیه. پس بریم به سراغ معرفی 5 فیلم عاشقانه جذاب. اغلب فیلم‌های عاشقانه‌ای که ساخته میشن متاسفانه تصویر پرزرق و برق و دروغینی از عشق رو به ما نشون میدن، اما فیلم‌هایی هم هستن که درک درست و تازه‌ای از عشق رو برای ما به همراه دارن. قراره تو این ویدیو 5 فیلم رو با این ویژگی بهتون معرفی کنم. شماره 1، دور از اجتماع خشمگین، چهارمین اقتباس سینمایی از رمان معروف توماس هاردی، نویسنده بریتانیایی. فیلمی به کارگردانی توماس وینتربرگ، کارگردان معروف فیلم‌هایی همچون هانت و انادر راند، با بازی کری مولیگان، ماتیاس شونارز، مایکل شین و تام استورج. داستان فیلم در مورد دختر جوان و مستقلیه که در دوره ویکتوریایی زندگی میکنه و قرار بین 3 خواستگار با موقعیت‌های مختلف دست به انتخاب بزنه. فیلم قرار رابطه جایگاه و طبقه افراد رو با اخلاقیات و عشق رو به ما نشون بده و همینطور چشماندازی که قرار نصیب شخصیت اصلی داستان بشه. فیلم همانند رمان که یک رمان پیشروه، فیلمی مدرن محسوب میشه و با اینکه یک درام تاریخی عاشقانه است و با مخاطبان امروز هم ارتباط برقرار میکنه. شماره 2، روبی اسپارکس، محصول سال 2012. فیلمی به کارگردانی جاناتان دیتون و والری فاریس، با بازی پل دانو، زوی کازان به همراه آنت بنینگ و آنتونیو باندراس. داستان فیلم در مورد پسر جوون و نویسنده باهوشی به اسم کلوینه که بر اساس فانتزی‌های ذهنیش و در مورد دختر رویاهاش رمانی رو مینویسه، اما روز بعد اتفاق عجیبی میفته که باورش برای کلوین سخته. روبی تبدیل به یک شخصیت واقعی میشه و اونها رابطه عاشقانه‌ای رو با هم آغاز میکنن. آیا فانتزی رمانتیکی که ما در پیش هستیم همون چیزی که قرار ما رو خوشحال کنه؟ داشتن معشوقی که به تمام خواسته‌های ما جواب بده، یا اینکه ما باید دنبال یه عشق واقعی بگردیم با تمام فراز و نشیب‌های اون؟ شماره 3، پل‌های مدیسون کانتی، محصول سال 1995. فیلمی به بازیگری و کارگردانی کلینت ایستوود، فیلمساز مشهور امریکایی. کلینت ایستوود توی فیلم نقش مقابل مریل استریپ رو بازی میکنه و داستان فیلم در مورد زن میانسال و خونه‌داریه که در نبود همسر و فرزندانش درگیر یک عشق پرشور و ممنوعه میشه. مریل استریپ برای فیلم نامزد اسکار شده و فیلم بدون شک یکی از بهترین عاشقانه‌های تاریخ سینماست. روایت عشق دو طرفه‌ای که در اون فرانچسکا، زن خانه‌داری، متوجه میشه که بدون تجربه یک عشق واقعی وارد زندگی مشترک شده و حالا وارد یک رابطه مخفیانه و پرشور میشه، و از اون طرف رابرت، مردی که بعد از جدایی از همسرش وارد رابطه‌های نیم بند شده و حالا عاشق فرانچسکا شده و از اون میخواد تا همراهش شه. فیلم رابطه بین عشق و تعهد اخلاقیه و اینکه ما باید بین میل شخصی و عشق رویایی و زندگی که سالها برای اون زحمت کشیدیم دست به یک انتخاب درست و عاقلانه بزنیم. شماره 4، تصمیم جدایی، محصول سال 2023. فیلمی به کارگردانی پارک چون ووک، کارگردان معروف کره‌ای که آثار شاخصی همچون اولد بوی و هندمیدن رو در کارنامه خودش داره و اینجا به سراغ یک عاشقانه مرموز رفته و همینطور تونسته برای این فیلم جایزه بهترین کارگردانی رو از جشنواره کن بگیره. داستان فیلم در مورد کاراگاهیه که در جریان تحقیق در مورد مرگ یک مرد میانسال و کوهنورد با زن جوان و مرموز اون آشنا میشه و در حالی که به اون مظنونه کم کم شیفته اون میشه. عاشقانه جنایی و ویرانگر که باعث میشه بعد از شوکه شدن تو پایان فیلم یک بار دیگه فیلم رو تماشا کنید. ظاهرا شما یک فیلم جنایی رو میبینید، اما بار دراماتیک و نیروی اسرارآمیز فیلم در مورد رابطه عاشقانه شخصیت‌های فیلمه. همه چیز از شیمی زن و مرد قصه تا سینماتوگرافی فیلم عمیق و منحصر به فرده. شماره 5، نامه ای از یک زن ناشناس، محصول سال 1948. عاشقانه کلاسیک از مکس اوفولز، کارگردان آلمانی و با بازی جون فونتین. داستان فیلم در مورد دختر جوونی به اسم لیزا که عشق سوزانی به یک پیانیست عیاش پیدا میکنه که عواقب جبران ناپذیری رو براش به همراه داره. فیلمی فراموش نشدنی که تا مدت‌ها تأثیرش روی بیننده میمونه. روایت عشقی پرسوز و گداز و بی‌پروا.
شاید تراژیک ترین نسخه از یک ماجرای عاشقانه همون عشق یک طرفه باشه، اما عاشق گرفتار مثل یک قمارباز تمام داراییش رو روی معشوقش قمار میکنه. خب امیدوارم از دیدن این فیلم ها لذت ببرید و اگر فیلم ها رو دیدید میتونید نظرتون رو در مورد فیلم ها کامنت کنید و همینطور اگر فیلم عاشقانه ای دیدید که باهاش خاطره دارید یا روتون اثر گذاشته میتونید کامنت کنید. مراقب خودتون باشید. مخلص.